یک سوال خیلی مهم: چرا بعضی مردها نه پول زیادی دارن، نه قیافه زیبایی دارن، نه حرفهای عاشقانه بلدن، اما زنها ناخودآگاه بهشون جذب می شود؟ و برعکس بعضی مردها هر کار میکنن، مهربانن، محترمن، همیشه در دسترسن، ولی باز هم نادیده گرفته می شود. در این ویدیو نمیخوام ترفند بگم، میخوام دقیقاً بگم زنها اول از چی مرد خوششان میآید و چه چیزها باعث می شود که واقعا یک زن را جذب کنی. سلام، خوش آمدی به رمزهای پنهان. اگر میخوایی بدانی که چطور زنان را جذب خود کنی تا آخر این ویدیو با من بمان. قبل از این که بریم سر اصل موضوع، یک نکته خیلی مهم را بگم. زنان اول با چشم عاشق نمی شود، با گوش هم عاشق نمی شود، با حس عاشق می شود. و این حس از چند رفتار ساده ولی عمیق میاد، نه از ترفند. و الان میخوام چند راهی را برایتان نشان دهم که بتوانید خیلی زود یک زن را شیفته خود کنید یا جذب خود کنید. راه اول، آرامش مرد. اولین چیزی که زن از مرد حس میکند آرامشه. نه اینکه کم حرف باشه، نه اینکه بی احساس باشه، بلکه اینکه کنار او عجله نداشته باشد، استرس منتقل نکنه، فشار نیاره. مردی که آرامه ناخودآگاه میگه من خودم را گم نکردم، استرس ندارم، کنارت آرامش دارم. راه دوم، اعتماد به نفس بی صدا. زنها از مرد خوششان می آید که اعتماد به نفسش نیاز به نمایش ندارد. نه خودنمایی، نه بزرگنمایی، نه ثابت کردن خودش. مردی که ارزش خودش را می دانه ولی جار نمی زنه خیلی جذاب تر دیده می شود. راه سوم، مردی که زندگی دارد. چطور؟ زنها جذب مردی می شوند که زندگیش دور زن نمی چرخه، کار داره، هدف داره، علایق داره و اگر یک روز زن نباشه دنیایش فرو نمی ریزه. این حس زن را کنجکاو میکنه، نه فراری. مردی که دنبال زندگیش است، زن می تواند بهش تکیه کند. راه چهارم، احترام همراه با مرز. چه قسم؟ خیلی ها فکر میکنن یا باید زیادی نرم باشد یا زیادی خشن، اما زنها از مرد خوششان می آید که محترمه ولی مرز داره. همه چی را قبول نمیکنه، همیشه در دسترس نیست ولی به احترام هم نیست. این تعادل خیلی کمیابه و خیلی جذابه. اگر تا اینجای ویدیو هستی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب را بزنی، چون دو مورد بعدی خیلی تعیین کننده است. راه پنجم، گوش دادن واقعی. زنها از مرد خوششان می آید که واقعا گوش می دهد به حرفاش، نه برای جواب دادن، نه برای نصیحت، بلکه برای فهمیدن. وقتی زن حس کنه کنار تو دیده می شود، شنیده می شود، اونجاست که ارتباط عمیق شکل می گیرد. راه ششم، خودت بودن. خودت بودن بدون نقش. آخرین و شاید مهمترین چیز خودت بودن باشد. نه نقش مرد خفن، نه نقش مرد خیلی مهربان، نه تقلید از دیگران. زنها خیلی زود میفهمند کی واقعیه و کی داری بازی میکنه. اصالت جذابیت میسازد که ماندگاره. پس اگر میخوای زن را جذب کنی خودت باش. زنها اول جذب این چیزها میشود: آرامش، اعتماد به نفس، زندگی مستقل، مرز داشتن، گوش دادن و اصالت. نه ترفند، نه بازی، بلکه رشد واقعی خودت باشد. اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن و یادت نره ویدیوی بعدی درباره 6 راه جذب مردان است. روز سه شنبه نشر می شود. حتما ببین، چون خیلی از تصورات را برعکس می کند. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو بیننده و همراه ما بودید. تا ویدیو دیگر شما را به خالق یکتا و به همتا می سپاریم.